خانم آقایون خوب دقت کردین جناب چی فرمودن؟ اوباش و کلاهبردار. این کلاهبردار که میگن مایه. خوب نگاه کنین چون ممکنه من بچی دیگه نبینید. تموم بیشه کلاهبردارا. ببر شما همونجوری که ایشون فرمودن دروغگو مایین، اوباش و عرازل مایین، مفسد فعل ارض مایین. این اقتصادی سیاسی دارم حرف میزنم جون بچه رو حرف میزنم. آقا هرچی برده شده این برده، هرچی خورده شده توی مملکت این خورده، هرچی به چاپ و به چپون بوده کار ما بوده. آقا اصلا هر اتفاقی تو دنیا افتاده گردن ما. میلیارد پول این مملکت لوتی خور شده آقا گردن ما. یارو از گشنگی کارش با کلیه فروش افتاده گردن ما. جوونا مفنگی شدن، بیکار شدن، نون ندارن بخورن، تلاملا زیاد شد آقا همش گردن ما. آب دریاچه رو میارن آقا ما سر کشیدیم. بومیان روی گل و آهن همه خوابن، پنجره ها بازن، خونه ها کوچیکن همه تو اتاقن. این واسه یه گرگای شکار ساده است. دور چراغا میچرخن پروانه ها، جیرک ها میخونن آواز بیچاره ها. گوشت نرم نوزاد قبلی مزه کرده، گرگا میرن یه راست به سمت گهواره ها.